یکی اصیه که ایدارا جیته این یکی خشنی کفه بستم شد برسم تاکی توی شهر مسخم برسندا منم علم خیرم بهم زیاد رسید ولی بوکاتم عشقشیاش تازه سرش رفته توی بچه تکونتی حال میده نمیده کشه بده از الان باید پانچو رو بهش مرداش چون این یکی کیری خشنه میزنم پانچ شهرشون مخفشن تو اتفاق زده حتی تو خورم شد یه پلو میان برینی 10 کیلو کاسکیس میشه ما نشه این کنی دم باستم تو فهمچی جلو ما تو شهرم هم که نداری جا با برینم میکنه بشی و با ما کیر بوزی کنی تو رو تنگا رو دونی خطی ها میخوره هاردت فلش تو گان داری چشم توی کانته خوچی باشی میشه شم بود گلشی ایدار یه عوازو کرده کافته نمیخوره سیسه اینا که بام تیم شم دیسه تو دیدم زدم پش میشم شما معلوم اولا یه جوری زدمت به حالت خواهی کننده حالا جیم فنگ اولا که قتل دوستانه است اینم دست دوستی اگه بچ نمیره حتما داری نفس عضوی انقدر جغ زدی که جوشا زدن رو فیس جوونه دلم واسط میسوزه چون راب دیگه کار تمومه دست خودم کنی اضاف میگی پاره میشه روده چون که تنها استفاده دکیر تو برسا بوده دادم بیان بگان زیر پست خودت لفظ تو رپر نبود ولی چفتر بود رایمش نسبت به تو یه رو تنت اینتره و یه رو تنت میلان مثل تضادت با چیزایی که از زبونت میان فقط چاقالای دندگوز تخمی تر خودت رو بیتای سمپلت با کیک و بیس یکی میان شنیدم نمیزنی با من حرفی آخه تو پوق میزنی و میشه لایه پا درفی اگه کسر خوندن ستا داشت و مقامی میدادن بعد دیست به من میگرفتی چند رتبه ترفی نیازی ندارم به کیک و بیس فکر مقصد نباش بگاه رفتی نیاز نی به بیس چون که خودم گرایشم پسنی میدمت محمد گلی اونم گفت میکنمش ولی با ماسک فیس خاکی از صورت تا کمرش پر تو رو میگادت نانستا انقدر پانچام سنگینه میذارمشون توی هار برام مثل لطبه اولی تو کیریای چارت به خاکی میرسه توی بتل کاپ انقدر بد زدمت با کرده شلوار زاف مثل خاکی فقط یکی یا تو مارکت فارسی ولی یا شما چاقالا کردن زیاد چاپ چنج میشه پلو این بار باز میشی یا تو باشی تو این دار من بعد خواستی کسی رو مسخره کنی بگو من خاکی هم تو هم ایدار اسکنت هم کون بود اگه داشتی بارکد کیو آر کلا بی خیال رد شو لوگو پر نمکت تو رو بیو دار